رادیواکتیو رادیواکتیو. محسن بابا برنامه شروع شد. حاجی سلام علیکم. گرفتی ما رو. شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم خدمت شما. من معذرت میخوام از شما. این ها نمیدونم داستانش چیه این وسط. شما نمیدونی، بینندگان عزیز که میدونن. این یکی از واژه‌های قدرتمند زبان فارسیه. من خودم هم واقعا موندم این خارجی‌ها با وجود چنین واژه‌های قدرتمندی چطور میخوان زبان فارسی رو یاد بگیرن. واژه ها؟ آره دیگه. چطور؟ تا حالا دانشمندا تونستن حداقل 9 تا ها کشف کنن. یه ها داریم یعنی بله. یه ها داریم یعنی چی؟ یه ها داریم یعنی تعجب. یه ها داریم یعنی چی میگی؟ یه ها داریم یعنی برو خودتی. یه ها داریم یعنی خوشمون اومد. یه ها داریم یعنی خوشحالی. یعنی چیه؟ نگاه میکنی؟ آره این هایی که شما میگی یعنی که اینطور. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. میریم برای رادیواکتیو ها. اینم یه های دیگه. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، بعد از نظرسنجی صدا و سیما مبنی بر اینکه 85% مردم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مخصوصا مجموعه خبری 23 اعتماد کامل دارند، به سطح شهر اومدیم تا گزارشی درباره همین اعتماد تهیه کنیم. دوست خوبم، ارزیابی شما از صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیه؟ آقا من عاشق صدا و سیما. اصلا از وقتی که صدا و سیما برنامه‌هاشو ارتقا داده زندگی من متحول شده. خونه خریدم، ماشین خریدم، ویلا خریدم. عالی. چقدر خوب. دیگه حالا اینقدر شرمنده‌مون نکنید. خب چه انتظاری از مدیریت صدا و سیما داری؟ خیلی عالی آقا. دستتون درد نکنه. با همین فرمون برید خسته نشید. همین اخبار، همین سریالا، این اعترافگیری‌ها، این گزارش‌های دوغکی، این بازجویی‌های تلویزیونی، آقا سنگر رو خالی نکنید که زندگی من متحول شده. آقا شما عجب مورد عجیبی هستید. من خودم تا حالا 10 دقیقه هم پای صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشستم. آخه چطور ممکنه زندگی شما متحول شده باشه؟ میشه شغلتون رو بپرسم جناب؟ والا شغلم، من نصاب ماهواره هستم. ماهواره نصب میکنم. ولی شما با همین فرمون ادامه بدید. میکروفونو بده به دستم، دوباره دست واژه ها تو صف نشستن. چه جای پاپ و هیپ هاپ و راک و بندری، واسه نکات تازه فعلا رپ سبک بهتری. هوامو داری؟ داداش این داستان 6 و 8 ما چی شد؟ ری شد، خیلی پیچی شد. بابا میرسیم حشمت خان، عجله نکن. اگه 6 و 8 نداشته باشه ما نیستیم تو این برنامه. مثلا نگاه اون آهنگ هست که میگه پارسال بهار دست جمعی رفتیم بیت ولایت. وایستا بابا، به اونم میرسیم. فقط بگو هوامو داری؟ خیلی لطف داری. داداش تیوی ریش سوژه رپ ماست. کلکسیون ریش چپ و راست. بساط کهنگوی بیا به روی آسپاس. پلاس توش مله های حیله باز، مثل گراز. حالا باز خوبه که ریموز دست ماست. بابا حالمون به هم خورد. به پیچ دست راست. عجب صحنه خیلی شده. هر کی آخون نباشه جاش جهنمه. این نقل مستقیم حدیث عممه که تو حوزم معممه. حرف و حدیث زیاده بابا، نگاه نکنه قیافمون جواده. اگه آسین کوتاه بیای بیرون گناه، ولی زیر عبا هر چی بگیم مباح. اگه ذکر ولایت بکنی که ماه، نگو نماز جمعه به جهنم نمیرسی به شنبه. پول اگه داری خودشو بده به بنده، بقیه‌اش مال برج بعده. نیروی انتظامی به وظایف قانونی ذاتی خود در خصوص عفاف و حجاب عمل خواهد کرد. حجاب اسلامی که خب واجبه. اگه فحشی بدی به عظمای ما این دیگه میشه محاربه. تلویزیون ضد نظام ببینی که دیگه تمومه. به قول عظام مثل توپ درومه. اگه این ورو اون ورو بالا تا پایین نظامو بشوری نشوری، بزنی نزنی، بکشی نکشی، چه فرقی داره؟ آقا مسئلتونو به خیال جزیه داره. آره بسیجیشی سرباز گمنامی بشی یا لااقل واسه 2 قرون کولی بدی. حدیث دارم اگه که بیای تو شبکه یک خودتو همه هستی تو بدی به دست تیزی نظام بفروشی، پول خوبم میدن. الغرض نظام عظما رو بپا، اگه داره میشه کله پا. هر چی بخوای بهت میدن. کجا میری وایسا کجا؟ تیوی ریش نخن جمع شروع میشه. تیوی ریش. تویوتای سفید بزن بغل. تویوتای سفید بزن بغل. برادر بزن کنار سریعتر. ای بابا عجب ناسه.
چی شده؟ سلام جان سلام، چی شده؟ چی شده؟ مرد حسابی خیابونو گذاشتی رو سرت با این صدای موزیکت، تمام شونات نظامو به باد دادی تو. این چه صحبتی، چه فرمایشی میکنی؟ چه اشکالی داره برادر؟ تمام این موزیکا ارزشیه در راستای مندیات مقام عظما. چی میگی بابا؟ این ترانه ها همش ترقصیه. ترقصی چیه آقا؟ شما محتوا رو داشته باش. همین ترانه که داره میخونه رو داشته باش. میگه چی؟ میگه توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمرم. بابا این اصلا داره نهی از منکر رو تبلیغ میکنه در راستای صنعت توابسازی و اعترافات تلویزیونی جون شما. خب حالا این باشه. ترک بعدی چی میگه؟ ترک بعدی رو بزن ببینیم چی میگه. ترک بعدی بزن بفرما. حضرت عشق بفرما که دلم خانه تو. حضرت امامو داره میگه. ای بابا واقعا امام عشق، امام خویا. خب حالا برو بعدی ببینیم بعدی چی میگه. این بعدیش بیا یه امشب شب عشق، همین امشب و داریم. این اشارهش به شبهای عملیات بلفجر 4 رو دارم میگم که تو سنگر ما با بسیجی ها میخونیم. یادش بخیر. خب حالا تا اینجا که قابل قبول بود. بعدی رو بزن بریم چی میگه. بعدی میرم بعدی. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه. این که دیگه اصلا سیاست‌های غرب رو کامل به چالش کشیده. احسن بابا. آقا شما خودت یه پا وزارت ارشادی. داری از این CD های نسخه به ما بدی؟ قربونت برم. حالا حتما بهت میدم، ولی خب این آخریش هم گوش کن که اصلا وحدت نظام رو کامل به تصویر کشیده بدجور. گوش کن. اینه. تو که سنگ میزنی واسه پاهت به دلم، تحریم خفم کرده و من جرم، کرونا که نکرده کمکی، بیچاره شدم با نمکی، نظام به نظامین و حواس چقدر بدم پوزه علکی. دهنم صاف شد، اوزا دیریم رام شد، برجام و باراک و حسن همه برباد شد. دهنم صاف شد، اوزا دیریم رام شد، اصلا به خواب حال نداریم، دشمنم شاد شد. آخوند سید عباس موسوی مطلق سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم گفته که کرونا یک ویروس سکولار است که تلاش می‌کند کشورهای دینی را با آثار مخرب خود به سمت بیدینی سوق دهد. یعنی فقط یه سکولار مونده بود که به این کرونا ببندن که اونم بستن. باور کنید که فردا یکی رو میارن به عنوان ویروس کرونا که اعتراف کنه با همکاریش با دشمنان نظام. میگی نه ببین. با سلام خدمت مقام کرونای ولایت. من ویروس الله کرونایی هستم که اوایل امسال از مرزهای غربی وارد کشور شدم. من در پایگاه‌های منافقین آموزش تخریب و نفوذ دیدم. همونجا بود که بهم آموزش‌های سکولاریسم، نهیلیسم، راشیتیسم، روماتیسم و اکسپرسیونیسم رو بهم دادن. مأموریت اصلی من خراب کردن چهره مقام عظمای ولایت دامت کروناها بود و همینطور اغتشاش و سیاه‌نمایی. من واقعا خودم خیلی پشیمونم. الانم که دستگیر شدم، همونطور که آقای روحانی گفتن حتما مراسم عزاداری رو برگزار کنید. من فقط تو جشن‌ها فعال میشم، تو عزاداری‌ها میرم یه گوشه میشینم دست به سینه چارزانو. در کل من توی اغتشاشات و اعتراضات و فعالیت‌های ضد نظام میام سراغتون، وگرنه تو نماز جمعه ها و هیئت‌ها و راهپیمایی 22 بهمن اصلا کاری ندارم. من یه ویروس سکولاری هستم، برای خودم میخوام یه گوشه زندگی رو بکنم. در آخرم برای خودم اشد مجازات رو دارم. پشیمونم آقا، پشیمونم.
خب بچه ها ساکت باشید. بچه ها ساکت باشید. آقا ساکت. آقا زنگ انشاه. مملی بیا انشاتو بخون ببینم بابا. بله آقا موضوع انشاء دوران کرونا را چگونه گذراندید؟ ما در دوران کرونا به حرف مسئولین خود گوش می کنیم. یک مسئول گفت کرونا خطرناک است، ما به خانه رفتیم. مسئول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است، پس ما بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت کرونا می کشد، پس دوباره به خانه رفتیم. مسئول دیگر گفت باید همه جا باز شود، پس ما دوباره بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت وضعیت قرمز است، پس ما به خانه رفتیم. مسئول دیگر گفت وضعیت زرد است، پس ما بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت ما واکسن ساختیم، ما بیرون آمدیم. مسئول دیگر گفت امیدی به واکسن تا 2 سال نیست، پس به خانه رفتیم. ما بچه‌های خوب نتیجه گرفتیم که بهترین کار این است که دم در بشینیم ببینیم مسئول بعدی چه میگوید. تمام آقا. مقام عظما وضع نظام خرابه روی آتیش فتنه جیگرمون کبابه عظما با جسم ناقص بمب اتم نداره کره خر ولایت پالون و دم نداره حالی واسش نمونده برجامشم سرابه داد میزنه امام جون کل نظام رو آبه آقا داستان آمار و ارقام تو نظام ولایت خیلی مسخره است. مثلا میخوان رقم یارانه کرونا رو اعلام کنن، اینطوری اعلام میکنن 10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد. بعد وقتی میخوان ارقام اختلاس رو بگن این میشه 22 میلیارد. یعنی همچی سریع و با تون صدای ضعیف و ملو انگار 22,000 تومنه. حالا خبراشون هم همینطوریه. دلار 20,000 رو میزنه بالا، بعد میری روزنامه‌ها رو نگاه میکنی خبرها ایناست. بحران بیکاری در غرب، داستان عجیب پسر 6 انگشتی، قصه تلخ مادر کور از زبان خودش، ریزش پشم‌های خرس پاندا چرخه محیط زیست را به هم زده است. حالا همون روز دلار 9 تا تک تومانی ارزون میشه، این میشه خبرها. شوک عظیم به بازار ارز، سقوط دلار آغاز شد. صف 8 کیلومتری مردم برای فروش دلار. سلطه ریال بر مبادلات جهانی، ورود ریال به کانال اقتصاد جهانی. خب حالا محسن جان، ما اگه بخوایم همین الگو رو برای برنامه خودمون برداریم چطوری میشه؟ مثلا سلام علیک اولیه. سلام، رادیواکتیو وارد می شود، ترکاننده آنتن‌ها. حالا خداحافظی چی میشه؟ خداحافظ شما. خداحافظ شما. پس دوستان عزیز خداحافظ شما. خداحافظ شما. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.